بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. این سورت به نام سوره ممتحنه یاد میکنه یا ممتحنه، اردویش آمده. سوره ابتلا برش میگه. ممتحنه به خاطر میگه که در پشت سر واقعی هجرت زنا میه که از مکه مکرمه هجرت میکردن بعد از اینکه صلح برقرار شده بود در بین مسلمان ها. زنای مسلمان که وقتی چون در صلح حدیبیه قرارداد امضا شده بود امرای کفار که هر کسی که از کفار اسلام قبول میکنه بدون رضامندی اولیایش، او را مسلمان ها پس در دست کفار بده، پس در دست کفار تسلیم بکنه. در این جمله زنا هم الحمدلله مسلمان شدن و خود رساندن مدینه منوره. قانون خود تقاضا میکرد که یارا پس رد بکنه. اوی بسیار مصیبت دشوار بود. مرد توان و طاقت داره، توان و طاقت بندیخانه را لطکو و زدن. زن بیچاره چی بکنه؟ خب الحمدلله که در او قرارداد تنها مسئله مردا ذکر شده بود، زنا هیچ تذکرش نشده بود. پیغمبر علیه السلام حالات زنا را دید که یا خو ایمان آورده پس در تسلیم کنیم میکوششانه. گفت نه، ما در قرارداد خود زنا را قطعتان نگفتیم پس رد نمیکنیم. خو لیکن امی گریختن از یک منطقه در منطقه دیگه صورتهای مختلف داره. کسی میره هدف دیگه داره، کسی عاشق است سری کسی به خاطر چیست اینجا روزگار خیلی قید شده، رقم عوامل می داشته باشه. الله تبارک و تعالی به خاطر که امتحان کنه که زنا به خاطر رضای الله قدم گذاشته باید پیغمبر امتحان کنه. سه قسم امتحان پشت سر بر ما میایه. زنا را امتحان میکنه و بعد از او وارا پس رد نمیکنه برای کفار. و امی قاعده است، از امو خاطر است که در دین مقدس اسلام زنان اهل کتاب و مسلمان نکاح میتونه، اما زنای مسلمان اهل کتاب نکاح نمیتونه. زن طبیعتی نرم داره، میپذیره زود. از او خاطر حالیم مردمای ما بیچاره خودشان از دیگه طایفه ها هیچ زن نمیگیره، خود دخترای خود تقدیم کرده به طایفه های دیگه است. او بیچاره را که 4 روز بعد بری 4 روز بعد بری که اینی قدر سنگ در پیشانی خود مانده. اینی مردم است، اینی مردم همین مردمی که بنده هوا و هوس و ساز و برگ دنیا است. هوا و هوس ساز و برگ دنیا. دیگر روز میبینه اینجا خود چادر کلان پوشیده، دیگر روز میره که اونجا پتلون در جانش است، چرته در جانش است، بعد دیگه چیزام نیست. اینجا نماز میخوان اونجا میره که اوهو بوتل شراب وجود داره. زن بیچاره چی کنه؟ کم زنا پیدا میشه که واقعا و میتونه مقاومت بکنه، مبارزه بکنه. بس یک اولادش که پیدا شد که بیخی شوهرش کافر هم باشه قطعش زندگی میکنه به خاطر اولادی خود. تا وقتی که حقیقت دین آدم نفهمه باز همه چیز برای آدم در مقابل دین خیلی ممتاز معلوم میشه. خب که حقیقت دین آدم بدانه باز هر چیز در مقابل دین برات بسیار حقیر معلوم میشه. دین برات معتبر معلوم میشه او باید معتبر باشه. این سورت 91 سورت است که قبل سوره نساء و بعد سوره احزاب نازل شده. سورت مدنی است. ارتباطش قطع ما قبل. در ما قبل الله امر کرد به مؤمنا که براءت بکنه از منافقین، از کفار. در این جمع الله تبارک و تعالی ذکر میکنه براءت از یا. اون جمع الله تبارک و تعالی امر کرده بود مؤمنا که براءت کنه، این جمع اعلان براءت است. یا در ما قبل الله اقسام مؤمنا را ذکر کرده بود، در اینجا اقسام کافرا را که کافرا چند قسم است. در اولش الله تبارک و تعالی امر میکنه قطعی مردم تعلقات رابط دوستی تانا بکنی. وجه چی بوده؟ وجهی بود حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه، صحابی بدریست. خانوادهش در مکه باقی مانده، خودش در مدینه منوره است. پیغمبر علیه السلام وقتی که مکه را فتح میکرد اینجا انتظام گرفت، تیاری گرفت و امر کرده بود که اهل مکه خبر نشوه. قبل از اینکه خبر شوه ما مکمل انتظامات جنگی خود آماده کرده باشیم و خود رسانده باشیم. حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه به یک نیت خاص، نه به خاطر که خیانت با الله و با رسول الله و با دین الله بکنه، به این خاطر که اگر جنگ در مکه بچسبه اینجا کسانی که اونجا خانوادهش است
اگر پشتیوان و اقارب دیگه داره خواست پیشش دفاع میکنه. من شخصی هستم که هیچ کس اونجا ندارم. در به مجرد چسبیدن جنگ اول مصیبت خانواده ما میبینه. به این خاطر که من یک راه برای احسان بالای کفار داشته باشم، بیا دیگه یک خط روان میکنم برای از که از این حالت آگاه کنم شه. حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه فکر میکرد که این پیغمبر الله صادق است او چیست کامیاب، حتما کامیاب میشه. خط ما تاثیری نمیکنه در مورد ازی که مسلمان ها ضرر ببینه. این نیت کرده بود. او کی خط داده بود؟ نعوذ بالله یک زنی سازنده بود به نام ساره که در زمان جاهلیت هم بیت میخواند و رقص میکرد، مردم برس پول و پیسه برش میداد. این دمی موقع آمده بود در مدینه منوره، در پیش پیغمبر علیه السلام آمد. باز پرسان کرد تو خو زنی خیلی مشهور بودی، چطور؟ به خاطر گدایی که هر چیز طلب بکنه. باز گفت که من خود او وقت جوانی داشتم و اینطور بود، آلی مرا هیچ کس یادی مرم نمیکنه. پیغمبر علیه السلام به خاطر ازی که یک احسان قطعی بکنه و صحابه امر کرد که برای یک چیزی جمع کنه. این که پس روان میشد، حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه خط برش داد. او این قدر ماهر بود که خط گرفت در چی؟ در گیسوی خود چی کرد؟ پرت کرد. یا در دیگه جای امو بود که پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه رقت یک صحابی دیگر روان کرد که الا در فلانه مقام خاخ زن شما گیر میکنه و خط از پیش بکشی. زمانی که رفتن که راستی زن امونجا روان است، برش گفت خط بکش. گفت خط من نیست. تلاشی کردن خط معلوم نشد. آخر علی رضی الله عنه برش گفت که کالایتان لچ میکنیم اگر تو خط ندادی. ترسید، خط کشید. خط پس به پیغمبر علیه السلام آورد. زمانی که پیغمبر خط خواند، عمر رضی الله عنه موجود بود. درخواست کرد، گفت یا رسول الله اجازه نمیدی که سری منافق ما ببرم؟ پیغمبر علیه السلام گفت نه، این صحابی بدری است. بعد از او طلب کرد شد، از پیشش پرسان کرد. این کل جریان کما هو که در دلش بود امور رقم به پیغمبر پیش کرد. چی کرد؟ بیان کرد. پیغمبر علیه السلام گفت اما صاحبکم فقط صدقه، رفیق شما بالکل راست گفته، چیزی که گفته امیطور بوده. از او خاطر الله از این معافی کرد. لیکن قرآن قانون روان میکنه که این خو یک معامله بود، لیکن اسلام یک زمانه خیلی طولانی را در مقابل کفار داره. در این زمانه های طولانی همچنان معاملات پیش میشه، همچنان حوادث و واقعات پیش میشه. خو یادتان باشه که با تخریب مؤمن و اسلام شما ادناترین امری را انجام نده. در جایی که میبینی که مسلمان در خطر میفته، شما امی ادناترین امکاری امرای کافر نکنی. اگر کرده باز در حقیقت دعوای ایمان نکنی. این سختترین آیت است. این آیت ها را بخوانی، باز یک تعداد مردم از سرنوشتش شما چی بکنی؟ مقایسه کنی که در کدام حد قرار دارن. اویی که روزمره مکمل محنت و زحمتش برای خدمت کفار است، نعوذ بالله، و مسلمان و برادر مسلمان و خواهر مسلمانه آبرو و عزت و دینش پایمال کردن است. و مردم چطور دعوا بکنه؟ چطور دعوا بکنه؟ چطور در مقبره مسلمانان دفن شوه و چطور ملا باشه که جنازه شو بخونه؟ کسی که کل عمر خدا در خدمت امچو کفار نعوذ بالله قرار داده. دعوای اسلام هم میکنیم. دعوای اسلام هم میطور است. بچه خدا میدید قرآن نعوذ بالله ورق مینداخت، دشنام میداد، در چتلی مینداخت، بازم بچهش بود. بچه جان برش میگفت بیا درس بگی از اسلام. دین روز تیر نکردیم، آیت تیر نکردیم. لا تجد قوم چیسته یوادون من حاد الله و رسوله. دوستی با اوتر مردم که مخالفت الله و رسوله میکنه. جنگا پدری خود ابو عبیده رضی الله عنه قتل نکرد؟ او را میگه صحابه پیش از یا فقط اسلام و عقیده معتبر بود، دیگه گپا نبود. بله در چوکات اسلام در کارهای دنیا قطعش همکاری مصاحب روش نیک پدرش بود، اما در کار دین نه. که مقابل شدی باز مقابل شوه. امروز امروز یک کسی که کلی عمر خدا، کلی عمر خودش، دخترش، بچهش، کلی خانوادهش دمی خدمت باشه، شما بگوید دیگه هر روز مردم رو قروان میکنه چطور میشه چطور نمیشه. به الله قسم خودت میدانی، اینقدر گپه به الله قسم تو میدانی. از ما فتوا طلب نکن. تو مسلمان نیستی؟ نور ایمان در قلبت نیست
که تو کدام کارا میکنی. همین قدر گپ خو کلیتان میفهمی که اگر در کدام کاری که ولو قطعی مسلمان باشه که ضرر به مسلمان دیگه داشته باشه، اونجا درست است همکاری کردن؟ مسلمان است، او هم مسلمان است، خب کاری تو سبب ضرر به مسلمان دیگه میشه، برای تو کار جایز است یا ناجایز؟ از ما سوال میکنه رقا روان کو، جنابا اموقع غیرت هم نداره، از دروغ رقا روان میکنه. گاهی کسی عمل استشهادی را سوال میکنه، گاهی یک چیز. جناب تو در میدان هستی، والا طفل امروز میفهمه که همکاری قتل کفار چی معنا داره، چی مفهوم داره، چی طور است چی طور نیست. کلگی میفهمه این قدره. قرآن امروز برای ما میگه، نقشه را میده که ما چه قسم حالت بود. یک صحابی بدری با یک خط روان کردن، الله این قدر آیات روان میکنه. این درس عظیم برای امت آینده است که امت آینده چقدر محتاط باشه، که کمک و مساعدتش همراه کی باشه. باز خود گل میزنیم، شیطان برای ما بگوی راه ها را کشیده رایسته. نه دیگه تفصیل نمیدم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، تقاضای ایمان است، ایمان امیره تقاضا میکنه. لا تتخذوا، جور نکنه، عدوی دشمنی مرا و عدوکم دشمنی خودتانه. دشمنی مرا، دشمنی الله همو کسی است که در تخریب اسلام کل برنامه های خدا پلان گذاری کرده، روزمره پول مصرف میکنه، جنگ میکنه، تبلیغات میکنه. کی نمیشناسه؟ کیسته؟ دشمنی الله. یک و عدوکم، دشمنی خودی شما. نمیگذاره که جوانایتان درس بخونه، تعلیم بکنه. نمیخواه که شما صاحب کار و روزگار شوی. نمیخواه که برای شما خود رجوع به آبادی وطن کنی. نمیخواه. دشمنی خودتان هم است. در بدر شدیم یا نشدیم؟ مالی در بدر شدیم. سابق نه مؤسسه بود، نه کدام اینجا بود. امی مردم افغانستان بود، کل دیقانی در زمینای خود حواله بود. نانام زیاد بود، میوام زیاد بود، آرامیم زیاد بود، هر چیز زیاد بود. امروز دست گدایی را به کفار پیش کردیم. فریاد ما در کجا برآمده؟ الله دیگه هم ذلیل میکنه ما را که ما اتفاق نمیکنیم، ما فکر نمیکنیم، سنجش نمیکنیم که جنگ تاکیه، برادر کشی تاکیه، نفاق تاکیه، تنظیم بازی تاکیه، نجات پرستی تاکیه، مذهب پرستی تاکیه. بیا یک جای شوید. چه نزاع داریم؟ تاکیه. دشمن خدا نمیشناسیم. کی نمیشناسه دشمن خدا؟ حالیم که ما نشناسیم. دشمنی بنگی برالا که تو مردمای خفته را بیدار کرد که بیخی سالا خفته بود. قرآن تو را در میده. و در دادن ازو چی مربوط است به در دادن ازو؟ ها؟ توم نفهمی، حالی هم نفهمی. نگیری شما عدوی دشمنی مرا و عدوکم دشمنی خودتان اولیاء بدوستی. دو معنا داره. اولیاء بدوستی نگیری، او را رازداری خود جور نکنه، تعلقات را روابط قطش پیدا میکنه. او به این نیت تعلق نمیگیره که برای تو چیزی منفعت برسانه، تا که از تو نبره، تا که تو را خراب نکنه. امروز در بدر شدیم، در بدر. یک مثال براتون میگم مردم، یک مثال براتون میگم. سالا شده بود در افغانستان در کدام مسجد یا در تکیه خانه انفجار یا زدبازی شده بود؟ در عراق شنیده بودی؟ چرا؟ تا دین روز نه سمت شمال بود نه جنوب، نه پشتون بود نه تاجیک، نه ازبک بود نه هزاره. تا دین روز هیچ چیز نبود. امروز چرا هست هر چیز؟ قرآن میگه لا تتخذوا عدوی، نگیری شما دشمنی مرا و عدوکم دشمنی خدا. اولیاء بدوستی اولیاء واره کارسازی خود، زمواری خود جور نکنه که ولای نمیاد زمواری ماسته. خیر است اگر هر مصیبت میاد در افغانستان، این مردما میمانا میآید هر چیزی ما را جبیره میکنه، نکنه. تلقون الیهم بالمودت اولیاء. 3 صورت اولیاء است. تو روز براتون وعده کردم 3 صورت دوستی است. اول صورتش هر کاری کفار عقیدهشان عملشان خوب بدانی، بالکل قطع از هماهنگ استی، بالکل کفر است. بلکه کارایشان خوب نمیبینی، لیکن در کارای کفری و شرکیشان کمک میکنی، باز گناه کبیر است. 2. سوم
امی کافر مقام و عزت میدی، بالا میشانیشه، بالا میتراشیشه، معاشیشه از او معاشش دلاریست، یک لک دلار. از زبدترین افغانی ما 20,000 دلار نمی باشه. حالا که کاری از او را مقایسه کنی زمین آسمان فرق داره. قرآن برات میگه اولیا نگیشه. این آیت شامل این گپام است. عمل، رسم، رواج و آن چیزی که مخصوص دینی از واسطه، او کارا را کسی دیگه انجام نده. نه کریسمس تعظیم کنه، نه نوروز تعظیم کنه. این مردم ها بار بار سوال میکنه، میگه روز نوروز چیست؟ تو مردم روز نوروز مثل اینمی روزواری است. امروز تو مایی خریده ای؟ نه. به خانمت کالا برده ای؟ نه. به خیشت شوله روان کرده ای؟ نه. از بازار جلیبی آورده ای؟ نه. افت میوه جور کرده ای؟ نه. در کدام زیارت رفته ای؟ نه. کالای نو جور کرده ای؟ نه. اینمی روز نوروز است. کسی که خلاف اینمی طور میکنه او قطعا مشابهت با مجوس داره و او از جمله زردشتی ها شمار میشه. من نمیگم، محمد رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. او حنفی ها خود این مورد آنقدر فتوای بالا داره که پرسان نکن. بیا باز سوال میکنن، باز سوال میکنن. قرآن برات میگه نگی دشمنی مرا، دشمنی خودی اولیا به دوستی نگی. چیزی کارای از او زردشتی ها کده امروز بسیار اضافه شده. گپا او زردشتی ها در قبرها نمیرفت، در قبرها سجده نمیکرد، جنده را بالا نمیکرد. امروز از وا کده قدم بالا شده، جنده بالا میشه. به سطح رسمی حکومت علما موجود میباشه. از کی گله کنی؟ داد میزنیم اسلام هستیم، مسلمان هستیم، هویت و شخصیتی مستقل داریم. دروغ چرا میگی؟ بگو اسلامی مختلط، چیزی از بودایزم، چیزی از هندویزم، چیزی از آتش پرستا، چیزی از بدعت پرستا، چیزی از اوجا، کلش یک جا کردی به نام اسلام نام گذاشتی. اینطور است. اسلام تقاضای استقلال میکنه. قرآن برات میگه تلقون الیهم بالمودت، شما پیش میکنی برای ازوا، بالمودت به دوستی. شما پیش میکنی دوستی را، یک مانا شما پیش میکنی برای ازوا رازایتانه، بالمودت به خاطر دوستیتان. اینجا مراد اینجا چیسته؟ الله میگه شما اینطور کارا را نکنه که او رازایتان افشا کنه برای ازوا. چرا؟ به خاطری که ولی ما قطعش دوستی داریم، همین قدر کار خوب بکنم. خیرت است، معاش مرا بالا برده. به هزارها نفری مسلمان ما استخدام شده و کل عمر همی کارا را کرده رایسته، کل عمر. و قد کفروا بما جاءکم، الله علتش بیان میکنه و خو انکار میکنه بما، به او قرآنی که جاءکم برای شما آمده، به او پیغمبری که جاءکم برای شما آمده، من الحق، که او پیغمبر واقعیت داره، امو قرآن کتاب دین واقعیت داره و نمیپذیره. میپذیره قطعا میالی؟ نمیپذیره. یخرجون الرسول، میکشن پیغمبر و ایاکم، میکشه پیغمبر و ایاکم، شما را هم میکشه. چرا میکشه از خانه هایتان؟ مجبور به هجرت میکنه. ان تؤمنوا بالله ربکم، صرف به خاطری از که شما ایمان به الله دعوا داری. او طور اللهی که ربکم مالک متصرفیتان است، جرمیتانی نمیسته. امروز زندانا پر شده در کل ممالک اسلامی. به خاطر چی؟ تو چرا حرکت داری؟ چرا مجاهد هستی؟ چرا دفاع از دین میکنی؟ خلاص ما خیران ماندیم، خصوصا در بعضی مملکت ها که جناب قاضی ها چطور قید میکشه، چطور قید میکشن. این قاضی ما چون هیچ البته نمیگه که منکر و نکیر داریم، پشتی سر میریم از ما سوال میشه. قرآن میگه نمیخواه و پیغمبر از مقامش کشیدن صرف به خاطر از که ایمان به الله داشت. ایمان به الله دیگه نزاع نداشتن، نه پلوانشان یک شریک بود، نه زمین، نه دکان، هیچ چیزام نه، فقط اینمی قدر گپ بود. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، علی قرآن تقاضا میکنه از این خاطر. عجیب گپ است. تو برآمده به خاطر جهاد در راه الله. ان کنتم، اگر شما هستی، خرجتم برآمده از وطنایتان، جهادا به هدف جهاد، فی سبیلی، او جهادم در راه ما میکنه، وطن اعلا کردی به خاطر جهاد در راه ما، و بعد از دوستی را قطعی میکن. مجاهدین بگو یعنی تا دین روز چرا جهاد میکرد؟ روز چی بود؟ کافر بود یا غیر کافر؟ امروز چطور دیگه کافر؟ و ابتغاء مرضاتی، به خاطر طلب رضامندی ما. شما اگر جهاد میکنید چطور قطعی طور مردم شما
رابطه و تعلقات دوستانه را برپا کردی. تسرون الیهم بالمودت، شما پنهان می نویسی، روان میکنه بر سویشان بالمودت، با دوستی کردن، خیرخواهی از واره میکنه، با خیرخواهی بر از خط روان میکنه. الله چی میگه؟ و انا اعلم بما اخفیتم. الله اکبر. الله میگه من میدانم با او کردارا کارایتان، او رازایتان که شما پنهان کرده. تو از الله چطور پرت میکنی؟ از ما پرت کردی، همسایت هستم، قریبیت هستم، برو هر چی که کردی. از الله چطور پرت میکنی؟ چطور پنهان میکنی؟ و من یفعله، الله چی میگه؟ جزای سخت است، اینطور نیست. و من یفعله، کسی که کار انجام میده، پنهان دوستی میکنه با امرای کفار، نعوذ بالله، کاری را میکنه که به ضرر مسلمان تمام میشه. قرآن میگه از جمع شما که مسلمان هستی جهاد هم میکنه، اجرت هم کرده، هی کارا را میکنه. خب اگر این کار کرده فقط ضل سواء السبیل، رای حق مکمل تر کرده، گمراه شده، ایرا را اله کرده، دیگه طرف رفته، واقعا دیگه طرف رفته. ضد کار میکنی. مسلمان عضویت بود، عضو بدنیت بود، تو عضو بدنی تا قطع کرده رایستی. اینطوری آدم هم کسی دیده که عضو بدنی خود قطع کنه؟ یسقفوکم، این کفاری طور نیسته. اگر شما را سرطان کامیاب شد، بیا به شما را سقف میگه، با بسیار زیرکی شما را زیر آوردن، یا بسیار تاکتیکا کار میگیره که شما را مغلوب کنه. یکون لکم اعداء، باز می باشه براتون یک تیکه سخت دشمن. دگیرش کی رفتی؟ اوهو. و یبسطو الیکم ایدیهم، دست درازی میکنه، پیش میکنه، دراز میکنه به سوی شما دستی حمله خدا، چور چپاولی خدا، که مقصد یک دفعه دستش بالا شود. و السنتهم، زبانای خدا، به سوی تکلیف رساندن، اذیت و ضرر رساندن، یا از یک نوع ضرر دریغ نمیکنه. تبلیغات هم میکنه، بدگویی هم میکنه که دستش عملی بر شوه، بالا شوه، کامیاب شوه، باز ماندنیت نیست. قرآن برات میگه و ودو، خب اصل چی گپ است؟ و ودو، دوست داره لو تکفرون، که شما هم کافر شوه، نظام دموکراسی جانه قطش قبول کنه. با اصلی گپ اینم اینجا است. دموکراسی را قطش قبول کن، خیر و خلاص. دموکراسی را قطش قبول کن. ملاهای ما کاچی میکنه دانی خدا دموکراسی اسلامی. عجیب گپ است. یردو با هم جمع شده میتونه. اسلام حکمت الله را میگه، دموکراسی حکمت مردمه. در بین اردوش فرق است. چطوری این را یک جای کنیم؟ لن تنفعکم ارحامکم، نفع نمیده براتون روابط و تعلقات نسبی شما، ولا اولادکم، نه اولاد شما. بخاطر اینمی تعلقات نسبی و اولاد شما رقم کارا کرده رایسته. عجیب است. روابطی تانه ولا اولادا را چطور کنم؟ ولا خو بچه خالیم است، بچه عمیم است. خب الله چی میگه؟ یوم القیامت، در روز قیامت اج نفع برات نمیرسانه، نه اولادت نه یقاربت. یفصل بینکم، دو معنا داره. الله فیصله میکنه در بینتان. اونجا امر الله آمد، اونجا تعلقی رشته داری کدامش ترجیح دادی؟ ها؟ تو بنده الله بودی یا بنده رشته داری؟ کدامش بودی؟ یک ترجمه. دوم، یفصل، جدا میکنه بینکم، در بین شما. یکی اینجا یکی از دیگر دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه. نه، اونجا با هم جدا میشه. هر کس عمل خودش، کرداری خودش، باز معلوم میشه که چی گپ است. والله بما تعملون بصیر، الله با اون چیزی که شما میکنی انجام میدی خب بیناست. قد کانت لکم اسوه حسنه، چرا؟ اونجا خلاف میزنه که ما ملت ابراهیمیستیم. دروغ چرا میگی؟ اگر ملت ابراهیمیسته، بیایی که نقشه زندگی ابراهیم خلیل الله را براتون پیش کنم. دمی مورد چطور نقشه داشت؟ قد کانت لکم، یقینا هست برای شما، اسوتون، نمونه پیروی کردن، حسنتون، خیلی بهتر، کامیاب، پسندیده. حسنه اینجا نمونه که واقعا انسان در کامیابی میرسانه. فی ابراهیم، در ذات ابراهیم خلیل الله، والذین، در او کسانی که معه امر ابراهیم خلیل الله بودن. چی برنامه داشتن؟ چی نقشه زندگیشان بود؟ از قالو، در آن وقتی که گفتن لقومهم، اول به قوم خود اعلان کردن. چی گفتن؟ انا براء منکم، ما بیزار هستیم از خود شما. چرا؟ به خاطری که کفار هسته، ولو که پدر، بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله ماسته.
قطعا از خود شما، به خاطری که مشرک هستی. و مما تعبدون، از آن چیزی که شما عبادت میکنه، من دون الله، بغیر از الله، از معبودای تانام بیزار هستیم. بس خیر و خلاص. کفرنا بکم، منکر شدیم، انکار کردیم از معبودان شما و از خود شما، از هر دویش. و بدا بیننا، واضح شده در بین ما و بینکم، در بین شما، العداوت و دشمنی، والبغضاء و کینه، در بین ما و شما پرتافته شده بدن به طریق دائمی. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا وقتی که شما ایمان به یک الله بیاره، وحده، یکی یک و یگانه است، مستحق عبادت تنها اوست، تا که موحد نشده. بس 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 بس. قرآن برای ما میگه در صورتی که کسی عقیده توحید داشته باشه، ترک نکوشه، مقاطعه قطعش نکو. توحید که داشت، اما اگر توحید نداشت، بس دیگه مقاطعه بکو. از امو خاطر است که براءت خاص است برای مشرک. مشرک و کافر از پیش براءت کو. لیکن اگر کسی فاسق و گناهگار است، قطعی از واه هجران میاد، ترک کلام میاد، خب براءت نمیاد که تو اعلان بیزاری از پیش بکنی. اعلان بیزاری از پیش نمیکنی. فرق است بین هر دو. عقیده اینقدر مهم است. شرک کدام چیز است؟ ابراهیم خلیل الله و کسی که همراهش بود اعلان به قوم کرده. یاران امیتور مرد داره استاد شدن اعلان کردن ما میتونیم؟ قوم مکمل در مقابل استاد میشن، سنگر میگیره، نه مرده شریک کنی، نه زنده بکشیشه. تو حالی چطور میکنی؟ تو کدام را تعقیب میکنی؟ یک نفر برای ما آمد، گریان هم میکرد، خیرت است. والا موریس ما رفع الیدین کردم، باز مردم قریب لط کرده بود، باز ما را گفت که اگر رفع الیدین ترک نمیکنی ما تو را میکشیم از مسجد. ما چطور کنم؟ ما گفتم قدر مهم خو نیست رفع الیدین که تو بکنی نکنی، خود نترسی. اگر این به این نیتی که ترس از یاد داری، اگر به این نیت میکنی، باز برات نمیگم که ترک کو، رفع الیدین تبکو که ایمان ثابت شود. اگر نه که به این خاطر میکنی، از یا نمیترسی، همونطور دعوت دروان است، قطعشان جر و بحث داری، خود تنها به خاطر ازی که برای چند روز که مولا را بگو که حدیث بخوان که یا بفهمه این جهال، این مردمایی که نمیدانه، یا بفهمه، یا به خاطر فهماندن اگر ترک میکنی باز پروا نداره. خب ابراهیم خلیل الله طور نبود. مرد وارد استاد میشه، میگه از ما و شما متارکه، خلاص. قومی خدا قرآن میگه با ملت ابراهیم خلیل الله هستیم. چه رقم با ملت ابراهیم خلیل الله هستیم؟ دوستی با مشرک میشه یا براءت با مشرک میشه؟ کدامش؟ اینجا براءت از مؤمن است. شما موحدین کس در مسجد نمیمانه، در مسجد که خانه عبادت الله است و اذن عام داره که هر کس در باید نماز بخونه. یک روز از شما سوال میکنم، یک روز از این مسجد کدام گروه دیگر را منع کرده؟ برادر شیعه ما میاد در این مسجد نماز میخونه، کدام روز منع کرده در مسجد سنی؟ قطعا منع. یا سنی رفته در مسجد شیعه منع کرده؟ خود شما را منع میکنه، میگه شما در مسجد نبی. چرا؟ به خاطر که عمل به حدیث پیغمبر میکنه. عقیده توحید است. عجیب نیست؟ قرآن چی واقعیت را بیان میکنه امروز؟ و رابطه و تعلقشان با مشرکین هیچ گپی نیست. چرا نیسته؟ شما خب بگوی تو نماز میخوانی نمیمانه، او زن میایه در پتلون چوتر قولایش لوت، کدام گپ است؟ از مؤسسه است. اینجا پیچکاری کرده رویست طفلا را. صحیح است؟ مرکز کلینیک جور کرده شه، من نمیکنه شه. ها؟ خب شما این حالی مقایسه کنید ببینید که یا چرا دشمنی با دین الله داره؟ چرا اینطور است؟ خب الا قول ابراهیم علی ابیه، بله ابراهیم خلیل الله برای شما بهترین نمونه اقتدا و پیروی بود که از او پیروی بکنه، مگر در قول ابراهیم خلیل الله در کلش پیروی بکنه، خود این گفتارش پیروی نکنه. چرا؟ این گفتار در شریعت ما اینطور نیست. ما در شریعت ما برای مشرک استغفار طلب کرده نمیتونیم، او در او زمان بوده. یک الا قول ابراهیم، مگر در گفتار ابراهیم پیروی از او نکنه، لابیه که برای پدری خود گفت لاستغفرن، خامخام بخشش طلب میکنم لک برای تو، و ما املک لک من الله من شیء. سر از اون میگه که پدر، اگرچه پدرم هستی، چون عقیده ما و تو با هم تفاوت داره، ندارم در اختیار، ندارم لک برای تو من الله
از جانب الله من شیء، هیچ چیزی را هم در اختیار ندارم، خب فقط استغفار طلب میکنم. خب ابراهیم خلیل الله اصل استغفار به خاطر طلب کرده بود که مأمور نبود که برای مشرک استغفار طلب نکنه. یک. دوم جواب با ابراهیم خلیل الله معلوم نبود که دم کفر خود باقی میمانه، از خاطر استغفار طلب میکرد. دو. سوم وعده کرده بود، نظر کرده بود ابراهیم خلیل الله که من برای پدر خود استغفار طلب میکنم. چهارم جواب مفسرین میگه که استغفار اینجا سبق هدایت میخواه، من برای تو استغفار طلب میکنم. چی مانا؟ طلب هدایت از الله میکنم که سبب مغفرت تو شوه، سبب مغفرت. لیکن باز در اون صورت استثناء صحیح نیست. باز استثناء در وقتی صحیح میشه که ای استغفار در مو حالت معنای اصلیش گرفته شود. یک ترجمه بود. دوم ترجمه الا قول ابراهیم، آلی استثناء از ابراهیم خلیل الله است. یا از چیست استثناء؟ از اسوه، یا از اسوه بود پیش که گفتیم، یا از خود ابراهیم خلیل الله. باز اینطور میشه لقد کان لکم اسوه، برای شما بهترین نمونه پیروی حسنتون خوب بود فی ابراهیم، در ابراهیم علیه السلام. الا قول ابراهیم، در ابراهیم بود، خدا قول ابراهیم نیست، در گفتار ابراهیم نیست اسوه حسنه برای شما. مطلب هر دو یک چیز است، لیکن مستثنا منه متعدد شد. خلاص مفسرین نوشته میکنه اینجا که در هر پیروی هر پیغمبر یک استثناء وجود داره بجز از پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونجا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، باز استثناء وجود در پیغمبر مکمل نمونه پیروی برای شماست. اون نمونه مقتداست، از پشتش باید بروی. در مورد پیغمبر استثناء وجود نداره. این دلیل فضیلت کیست؟ بگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و ما املک لک من الله، ما در اختیار ندارم برای تو من الله از عذاب الله من شأن چیز دفع کردن نمیتونم. ابراهیم واره شخصیت که کارنامه هایش قرآن تایید میکنه، اعلان میکنه که ابراهیم الذی وفا. اما تو شخصیت پدری خدا چیزی دفع کرده میتونه؟ میتونه. چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ عقیده توحید نداره، عقیده یکتا پرستی نداره. امروز چرا مردم ها شرک میکنه و باز میگه که پدرای ما خب مردم تیر شده، صاحب زاده هستیم و گل زاده و بگه ناز زاده هستیم، فلان زاده هستیم. عجیب. قرآن چی بیان میکنه؟ تو به کدام فکر غرق هستی؟ ربنا علیک توکلنا، یا میگوین یا الله امر میکنه که برش ما گفتیم بگوی ربنا پروردگار علیک توکلنا، خاص بالای شما ما اعتماد کردیم. چرا ایره میگه؟ قطع قوم بریدن گپ یادی نیست، کل قوم یک طرف میری زندگی قطعی بیگانه ها میکنی، کس نمیشناسته، قدریت نمیکنه، پشتیبانیت نمیکنه، و ملک و مالیت اعلا کرده ای، حالی زندگیم برات سخت شده، ای کل محنت ها مصیبتات دوچار توسته. خود تو باید کدام طرف بری؟ ربنا ای پروردگار علیک توکلنا، خاص بالای تو اعتماد کرده. اینی را میگه بندگی الله. کل مصیبت ها را فقط به یک کلمه میگه، بالای تو اعتماد کرده ایم الله، آلی تمامی کارای مرا، کارسازی مرا تو بکو. الحمدلله. کسی که رای الله را بگیره با سعی میکنی که از برادرش کده اینطور کس پیدا شود که به الله قسم اگر برادر او طور پشتیبانی از پیش بکنه، اینطور فداکاری بکنه. بالکل این واقعیت است. انبیاء علیهم السلام هم اینطور کرده. آلی هم سر دین الله که آدم غیرت کنه، اینطور آدم بیگانه پیدا شود که سر میده، سر تو سر میده، این پیدا میشه. این واقعیت است. خود به الله بسپار، اعتماد سر الله بکن. و الیک انبنا، بسوی تو الله رجوع کردیم، کاری ما خود به خاطر منافع شخصی نیست، الله رجوع بسوی تو کردیم. و الیک المصیر، خاص طرف تو المصیر، بازگشتی ماست. ربنا پروردگار لا تجعلنا، چه دعای بهترین دعاست. ربنا ای پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین، نگردانی ما را تخته مشق. این ترجمه را ما میگم، لا تجعلنا ما را تخته مشق برای اسلحه های جدید کفار نسازی، للذین کفروا، برای کفار که هر سلاحی نو یا جور میکنه، آزمایش میکنه، میدان امتحانش کیست؟ مسلمان. کل سلاح خود سر ما آزمود، اگر ذره‌ای بود اگر هسته‌ای بود. امروز دکترای ما میگه که چقدر نفوس تکلیف روانی را از دست امی چیست مواد کیمیایی که از با ما انداخته شده. افغانستان خود کم تباه نشده، کم و ایران نشده، گیاه سبز نمیکنه، میوه ها خراب شد. سالهای سابقه شما میدیدی که انگور خراب شود؟
سیب خراب شوه. حالی چرا خراب میشه؟ باز میگه که چی عوامل داره؟ عاملش اینمی گپاست. امی دوستای دیرینیتان، امی چیسته چی لافوکای حقوق بشر، اینمی هسته. اینمی هسته. تو خوب بشناس. قرآن برات میگه مؤمن باید دعا بکنه ربنا پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، نگردان ما را تخته مشق برای کسانی که کافر هستند. بسیار سخت است برادران. یکی خود سلا که از دور سرت استعمال میشه باز و قدر درد نداره، رقم که میشی، ولی الله تخته مشق در دست کافر تو را نندازه که باز نه عزت انسانیتی تا میکنه، نه عزت دینی تا میکنه، نه آبروی تا میکنه. ای افسوس که این جنایات دشمن چطور در جهان. خب بله کلی وسایل اعلام و خبر قطع خودشان است که یک دفعه از اختیار از این وسایل اعلام برای باز شما میبینی که چی جنایت در دنیا این مردم ها انجام داده. امی مدعیینی چی؟ بگوی حقوقی بشر. الله آدم در دست کافر نده. این دعا را بکنی. این دعای ابراهیم خلیل الله و قومش بود. قومش وگرنه ابراهیم خلیل الله مرد واره کو واره در برابر آتش نمرود دستاد بدونه. خلیکن در دست کافر نفتی. قرآن میگه ربنا پروردگار لا تجعلنا، نگردانی ما را فتنتن تختی مشق یک مانا، فتنتن زیر دست کافر نگردانی که بزور ما را دور بده، در پنجه از ما را نندازی، یکی ما را اغوا کنه، فکر ما را بگردانه به انواع مختلف. دو سوم ربنا لا تجعلنا، ما را نگردانی فتنة للذین، ای عذاب داده شده به دست کافرها که کافرها ما را عذاب بده. چرا ادعا را ابراهیم خلیل الله میکنه و پیروانش میکنه؟ هدف نکته دیگه چیسته؟ بله الله اگر تو ما را در دست کافر در عذاب بدی، یک تعداد مردم ساده لوح، مردمایی که فکر عمیق نداره، مطالعه قوی از اسلام نداره، واره حق میدانه، میگه سای که یا غالب و زور هستن، از او خاطر مردم در کفر میلان میکنه. اصلی هدفی نه در عذاب واقع شدن هم باز دینی چیست؟ اسلام، که مردم بازی طرف میلان میکنه. دوم نکته نگردانی ما را مورد تعذیب کفار که کفار ما را عذاب بده. چرا؟ به خاطر که یک تعداد مردمای بزدل که ایمان در قلبشان خوب محکم نشده، از ترس اینمی شدتی عذاب دادن کفار و مردم هم رای خود حق اعلام میکنه. مسلم روزوار هست همیطور یا نه؟ امروز اعلام کرده بسیار مردم. یقینا تا که ایمان قوی نباشه مرعوب میشه. روزی که نیروی شوروی آمد، امی مردمایی که یکمی بزدل بودن گفت جنگ قطعی یا دیوانگی است، هر کس که جنگ میکنه دیوانه است. این فتوای از وا بود. خب فتوای مجاهدین چی بود؟ فتوای مؤمن واقعی چی بود؟ گفت ما مکلف هستیم برادر، کشته میشیم یا کامیاب. در دو مورد برای ما کامیابی است، پیروزی است. واغفر لنا. الله اکبر، بسیار تکان دهنده است. ابراهیم خلیل الله با قوم خود دم چو حالتا قرار داره، ولی بازم مغفرت به خود طلب میکنه. واغفر لنا ربنا، بخشش کو برای ما پروردگاری ما. موقع و میدان جنگ است، در زیر فشار و شکنجه کافر قرار میگیریم، شده میتونه از ما بعضی تقصیرات کوتایا واقع شو. الله تو مغفرت کو. اینی را میگه مومن. در حج رفت حاجی صاحب 50 دانه گل در گردنش میفته، کدام فرمان آوردی که حجت قبول شده؟ بگو برام. دین خوی طور برات میگه که باز حراس از الله پیدا کن. در این طور موقع از الله مغفرت طلب میکنن که موقع شکنجه است، زور است، جهاد است، هست آدم زیادت و کمی میشه. رفتم توتی کسی را خوردم، زردالوی کسی را کندم، چوبی کسی را در چای سوختاندم، خودش نبود به اجازه. این تقصیرات از آدم میشه، این را باید طلب بکنیم. بخشش از الله تبارک و تعالی. اینی را میگه مجاهد. هر کسی امروز دست بالا میکنه مجاهد است. انک انت العزیز الحکیم، یقینا ما اعتماد به تو داریم الله. دشمن هر قدر قوی است، خود تو قوی تر هستی. انک یقینا الله تبارک و تعالی انت تو العزیز و شکست ناپذیر هستی،
هیچ وقت اراده تو را کسی منع کردن نمیتونه. زبردست هستی، میتونی ما را غلبه بدی. لیکن الحکیم، حکمت والاستی. گاهی که ما مورد شکنجه واقع میشیم، مغلوب میشیم، این بنابر یک حکمت است. رازش تو الله میدونه که چه مصلحتا در پشت سر ازی پوشیده است. در کدام میدان امتحان ما قرار میگیریم، تو حکیم هستی، سری تو انتقاد نمیشه. قطعا امروز که وطن ما دوچار اینمی بدبختی هسته، الله حکیم است. الله جدا میکنه مؤمن واقعی را غیر واقعی. کی غم ملت میخوره، کی غم دین میخوره، کی غم خود میخوره. کی میخوره؟ کلش جدا جدا میشه. این طور میدان است. پس آن میبره ای گپا همینطور باقی نمیماند. تاریخ ها نوشته میشه. تاریخ جنگای سابقه را در کتاب میخوانی آنه فلانی اینطور کرد، شاه شجاع اینطور کرد، بگوی فلان اینطور کرد، گفته راستی احمد شاه بابا اینطور کرد. این تاریخ ها نوشته میشه. نسلای آینده میاد سر ما و شما تبصره میکنه. باباها و اجداد ما چطور بود؟ ما امروز سری بابا و اجداد چقدر مینازیم، چقدر افتخار داریم. آیا ما و شما اولاد ما سر ما بنازه یا نه؟ امی قدرام فکر بکن. نشوه که امونجا بچه دعا برد نکنه به خاطری که میگه پدرم خائن بود، پدرم غلامی کرده برای کفار، از او خاطر ما دعا برش نمیکنم. اون تو نشوه. بسیار سخت است. قرآن چی درسای عظیم برای ما میده. لقد کان لکم فیهم اسوه، یقینا بود برای شما ای مسلمانا فیهم دا ابراهیم علیه السلام و تابعدارایش اسوه، نمونه پیروی، حسنه درست، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسی که عقیده داره الله را و روز آخرت، ترس داره، یرجو الله، می ترس از الله و روز آخرت، طمع داره به الله و روز آخرت که ثواب داده میشه، عقیده داره، کلی معناها صحیح است. چرا تکرار میکنه که اونجا هم گفت برای شما چی بود؟ نمونه پیروی بود. اینجا میگه نمونه پیروی. بله، پیروی کردن کارا را که انجام میدی هر قدر خوب باشه، هر قدر امتیاز داشته باشه، حتی میدان جنگ مبارزه باشه، خب بدون عقیده توحید الله بگوی بدون عقیده آخرت پذیرفته نمیشه. این عقیده داشته باش، باز بعد از او عملت قدر و قیمت پیدا میکنه. و من یتولا اگر کسی رو میگردانه بعضم قطعی مردم یک جا میشه، نقشه ابراهیم خلیل الله و تابعدارایش در زندگی خود پیاده نمیکنه، پس اجن و ضرر برای دین الله نیست. فإن الله، یقینا الله تبارک و تعالی هو الغنی، او است که حاجت ضرورت نداره به کسی، الحمید و ستایش از او کرده شده. شما دینش ستایش کنی، خودتان ستایش کنی نکنی، نصرت دین الله را بکنی نکنی. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین، بله وعده است اینجا، یا است که عسا میگه مخاطبین امید کنه که الله تبارک و تعالی ان یجعل بینکم، که بگردانه در بین شما، و بین الذین، در بین کسانی که عادیتم شما دشمنی داشته، منهم از اینمی مردم، مودتا دوستی را. الله شما عالی براءت اعلان کنه، قطع تعلق بکنه، خروز فرا میرسه که الله پس اینمی جدایی را، امی قطع تعلق را باز ملتئم بسازه، یک جا بسازه. الله قدرت داره، عالی. چرا اینطور میگه الله؟ تو بنده استی، بنده تابع امر الله است. برات میگه قطع کو قطع، برات پیوست کو پیوست. امروز برات میگه قطع کو سبار صفات مکه فتح میشه یا ایمان میاره، بازمو برادریت است. چرا کی محور تعلقی تو کی بود؟ عقیده و ایمان. اونجا نبود، قطع کردی، اینجا پیدا شد، باز قطع است. الله وعده خدا پورا کرد. در فتح مکه امو مردمایی که سرسخترین دشمن بودن و قطع روابط قطعشان کرده بود، ایمان آوردن، پس با هم برادر شدن. والله قدیر. اگر شما بعید میدانه که در این بسر و سامانی چطوری قدر نیروی بزرگی اهل مکه در زیر چتر اسلام بیا، قرآن برات میگه ما میتور است. والله قدیر، الله قدرت داره به هر وسیله و ذریعه الله میتونه یک جماعت خیلی کمه غالب بسازه بالای جماعت های زیاد. والله غفور رحیم. چرا اون مردم ها را الله امر نمیکنه کشته شوه؟ والله غفور، الله بسیار مهربان است. گاهی آدم همینطور قارش میاد
میگه الله چرا توبهش قبول میکنه؟ خب که به خود سعی کنی که توبه تو رو چطور قبول کرد الله. باز میگی که الحمدلله که الله غفور رحیم بود. اگر الله غفور رحیم نمی بود من تباها و برباد شده بودم. والله غفور رحیم، الله زیاد مهربان ذات است، توبه ها را میپذیره، رحیم رحم کننده است، آینده را اصلاح میکنه. لا ینهاکم الله، بله الله تبارک و تعالی هر حکمش متناسب است، موزون است، افراط و تفرید دیش وجود نداره. آن چیزی که ضرر برای تو میرسانه او طور حکم الله نمیکنه. الله حکم خیلی متناسبی، وضعیت محیط، وضعیت امو زمان مکمل حکمش برابر است. چی رقم؟ لا ینهاکم الله عن الذین، منع نمیکنه شما را الله از او کسایی که لم یقاتلوکم، قط شما جنگ نداره، فی الدین، در مورد دین. کافر هست، دینی تو را نپذیرفته، اما مقابله نداره، دعوتی تو را مانع نیسته، تبلیغات علیه تو نداره. ولم یخرجوکم، شما را از خانه هایتان نکشیده، من دیارکم، از خانه هایتان. از چی چیز منع نمیکنه؟ از اینی ان تبروهم، که شما قطشان احسان، سلوک انسانی بکنی، احسان دنیوی قطش بکنی. و تقسطوا الیهم، در حق ازوا، یعنی به انصاف بده حق ازواره، حق دنیویشانه انسانیشانه به انصاف بده. اینجا تقسطوی نیست که عدالت قطش بکنی. عدالت قطعی هر کافر درست است، قطعی هر کافر انسان انصاف عدالت میکنه. اینجا مانا تقسطو حصه میده الیهم بسویشان، کدام حصه دنیوی که وا داره بالکل قطش بکنی. اسماء رضی الله عنها، همشیره مادر مومنه عایشه صدیقه رضی الله عنها است. مادر ازی آمد، مشرک بود، آمد از مکه در پیش ازی، تا وقت اجازه به خانه خود نداد تا که از پیغمبر علیه السلام اجازه نگرفت که آیا مادر من مشرک است، من اجازه بدم یا ندم. اون اینی را مگه ایمان؟ مادرش بود، کسی که سالا سرش محنت کشیده، لیکن اونجا ذهن جور شده بود که معیار تعلق چیز عقیده، اوی خوی عقیده شرک داره. پیغمبر علیه السلام برش اینی آیت خواند که لا ینهاکم عن الذین، الله شما را از او کسایی که جنگ قط شما نداره، شیخ فانی است، خورده است، آدمی عالمشان است، جنگ میدان نمیبره، مشوره نمیده، یا امو کسایی که قط شما جنگ نداره، قطشان معاملات دنیوی نیک، روش خیلی سلوک نیک بکنی، در این مورد الله منع نمیکنه، بلکه حصه دنیوی از یارا بپردازه. اون مادری تاست، تو باید بسیار اکرام احترامش بکنی از نگاه چی؟ اخلاقی. ان الله يحب المقسطین، یقینا الله تبارک و تعالی دوست داره المقسطین، حق داد کسایی که حق میپردازه، حقی کسی که هست او را میده، اون را دوست داره. انما ینهاکم الله، یقینا منع میکنه شما را الله عن الذین، از دوستی و کسایی که احترام و تعظیم و کسایی که قاتلوکم، که امرای شما جنگ کرده، فی الدین، جنگم فقط در مورد دین، هیچ نزاع دیگه نداره. چرا تو میگی که یک الله را پرستش کنی یک الله را، اینی گپا. و اخرجکم، شما را کشیده من دیارکم، از خانه هایتان، و ظاهروا علی اخراجکم، معاونت کردن، پشتیبانی کردن دیگر را علی اخراجکم، بکشیدن شما. ان تولوهم، از چی منع میکنه؟ ان تولوهم، که شما دوستی قطعی هم مردم بکنه، با هیچ وجه، هیچ نوع دوستی را قطعی تو مردم نکنه. چرا؟ و من یتولهم، کسی که دوستی میکنه، مطلقی تعلقه میگیره قطعش، اگر دنیاوی است اگر دینی است، قطعی همینطور کسایی که کافر محارب است. فاولئک، اینطور مردم هم الظالمون، این همی مردم هست که حدود نشناخته. این همی مردم ها الله برش میگه دوستی نکو، او یا پلوانا را میده میکنه، باز هم رابطی خود قطعش برقرار میسازه. الله میگه این همی ظالم هست که رعایت و لحاظ حدود الله را نکرده، تجاوز کرده. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، اذا جاءکم المؤمنات، این همی بود زنایی که هجرت میکنه، حال شما باید معلوم کنی که زنا با کدام نیت آمده، اینجا کدام رفیق داره، از او خاطر آمده، او را هم ده پناه بگیری؟ نه، هر دزد و هر قمارباز و هر شرابخور و هر قاتل ده پالیت نگی. اسلام برای خود قوانین داره. ما شما در وقتی تنظیم جگی دیدیم، یکی یک تنظیم بود، قتل میکرد میرفت در دیگه تنظیم، پناه برش میداد نمیداد؟ زنا میکرد پناه میداد یا نه؟ دزدی میکرد پناه میداد یا نه؟ همینطور بود. اسلامی طور نیست. صحیح است که آمده ای، لیکن با کدام نیت و هدف؟ یا زن آمده به این خاطر اونجا اقتصادش ضعیف شده، یا اونجا روزگارش بد است،
اینی طور آمده. نه، زنی را شما میپذیری که او امتحان کنیشه که واقعا به خاطر رضای الله آمده باشه. او امتحان کردن چیسته؟ اول که دعوای ایمان داره، کلمه شهادت سرش تر کنه. یک، اگر کلمه شهادت خوان بالکل درست شد. یک، اگر او واقعا برای ایمان آمده قسم برش بده که به کدام نیت آمده، قسم که خورد باز بمون. سوم، اگر واقعا برای ایمان آمده بیعت کنه قیتو که آینده اینی کارا بالکل دیگه انجام نمیدم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اذا جاءکم المؤمنات، وقتی که شما آمد براتان المؤمنات، زنای مؤمن، مهاجرات، در حالی که هجرت کننده باشه، فامتحنوهن، امتحان کنی واره که معلوم شود که هجرتشان خاص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی است. در زبان که اقرار ایمان نکرد، آل شما تلاشی قلب نمیتونه که چطور است. الله اعلم بایمانهن، دو معنا داره. شما امتحان کنی که به خودتان معلوم شود، اگرچه الله خو عالم است سر ایمانشان، خو شما برای مرتب کردن حکم شرعی امتحان کنی. یک. دوم، شما از دلش آگاه نیستی، الله اعلم بایمانهن، الله عالم است به ایمان قلبی از یا که در قلب ایمان است یا نیست، خو شما مسئولیتتان ادا میکنی. فین علمتموهن، پس اگر معلوم کرده مؤمنات که یا مؤمن هستند، فلا ترجعوهن الی الکفار، باز نگردانه یاره به سوی کفار. این نمینجاست اعتراضا شروع شد. زنا آمد. ام کلثوم با دو برادرش عماره و ولید که زن عمرو بن عاص بود، ای هجرت کرده رضی الله عنهم آمدن. اینجا دیگه پس میدادن. چطور کنه؟ الله حکم روان کرد و گفت که زنا را پس تسلیم نمیکنه. چرا؟ در قرارداد صلحی گپ نشده. خب قبل از اینکه و مطالبه کردن، مسلمانان ندادن، سر و صدا شروع شد. مسلمانان خود پابنده تمام شرایط صلح میدانه، وفا میکنه، بعد خود نه خلاف ورزی عهد و پیمان خود کرده. جواب ما در اونجا ذکر زن قطعا نشده بود. یک. دوم، این مستثناست. الله تبارک و تعالی حکم جدید روان کرده او ما تابع حکم الله هستیم. حکم الله فوق است از چی؟ تعهد انسان کرده است یا نه؟ تو اگر تعهدم قطعی کسی کرده ای، خب لیکن حکم الله آمد او تعهد لحاظش میکنی؟ نمیکنی، حکم الله را عمل میکنی. نه دیطور زنا که مسلمان شد زیاد بود. پس زنایی که کافر شده غیر از 4 زن که او هم غیر یک زنش باقی مانده با کفرش، 3 زن دیگهش بازا مسلمان شده. در تاریخ اسلامی طور نشده که از این طرف کافر شده باشه اونجا رفته باشه. خب لا هن حل لكم فلا ترجعوهن، شما باز نگردانی زناره الکفار بسوی کفار. لا هن حل لهم، نیست یا حلال برای امو کفار، ولا هم نیست کفار یحلون لهن، حلال برای از یا. چرا؟ تفاوت عقیده پیدا شده که مشرک دیگه مسلمان، از او خاطر نکاح با هم نمیشه، بعد از این معامله زنا میگرده. و آتوهم ما انفقوا، بله چون که صلح برقرار است، آلی کدام توانی مالی که برای از او میرسه زنش ایجابیه، آلی دیگه زنه که میگیره خو مهر طلب داره، آلی نقصان از او شده بده برش. و آتوهم بده بری همون کفار ما همون مهری را انفقو که خرج کرده بالای زنا، همون زنش که آلی اسلام آورده بدر آمده، اسلام چقدر پابندی میکنه. ولا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما ان تنکحوهن که نکاح بکنی امرای امچو زنا، ولو که شوهرایشان هم طلاق نداده. اذا آتیتموهن اجورهن، خیطور نگوی که برو امو مهری که عوضی امو شوهر سابقیش هست او را پرداختیم، آلی دیگه مهر بکار نیست. نه، لایده مهر و لایده نکاح. ان نیست گناه بالایتان ان تنکحوهن که نکاح کنی زناره، اذا آتیتموهن وقتی که شما بپردازی بده اجورهن مهرهایشان. از همون خاطر است که مهر حقی واجب است. ولو که زن بگویم که نمیگیرم، نه گرفته میشه، بعد از او باز اگر میبخشی جدا مسئله. ولا تمسکو بعصم الکوافر، شما نگاه نکنی بعصم در نکاحتان. اصل عصمت میگه پرده را، یعنی شما نگاه نکنی ناموسای الکوافر، زنای کافره. زن که کافر باشه اون ناموسی توسته، او رقتی خود نگاه نکنی. الله نکنه اگر زن کسی مرتد میشه شرک میکنه، آلی دیگر نگو که زنم است نگاه میکنم، نه، رخصت کشه. واسالو ما انفقتم، درخواست کنی مطالبه کنی آن مهری را انفقتم که خرج کردی سری زنید که مشرک شد،
مهری که داده یور از کافرها طلب بکن، مطالبه شو بکن. ولی یسالو کافرها از شما مطالبه کنه مامو مهرای را انفقو که خرج کردن و زنایشان پیش شما آمده. ذالکم حکم الله، این چیزی که ذکر شد دیما قبل تمامی گپا فرمانی الله تبارک و تعالی است، باید عملی شوه، نادیده گرفته نشوه. یحکم بینکم، فیصله میکنه الله در بین شما. والله علیم، الله خوب میدانه مصلحت را که چرا تو احکام براتون بیان میکنه. حکیم، خوب میدانه که پشت سر اینمی احکام الله چقدر فواید مصلحت هاست. و ان فاتکم شیئا، اگر از دست شما بره یک چیزی من ازواجکم، از زنایتان، قرآن اشاره میکنه که نرفته الحمدلله، غیر یک 4 زن رفته بود که 3 اسلام آورده، یک رفته. و ان فاتکم، اگر از دستتان میره یک چیزی من ازواجکم، از زنایتان، از زنایتان میره. یک زن بود، اونم ام الحکم دختر ابی سفیان بود، دیگه هم بودن لیکن اسلام باز آوردن. الی الکفار، و سوی کفار میره. فعاقبتم، پس نوبت شما برسه، یعنی به غنیمت بگیری از وا یا از او زنای از وا بیا. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، بدید شما مهر عالی به کافران ندی. چرا؟ زنی تو کی رفت کافران بر مهر نداد، مهر پس برد نداد. عالی زنی از وا که آمد، عالی بعد مهر به مشوهرایش داده شوه، لیکن یک مسلمان دیگه که زنش رفت کافرا مهرش نداده، تو باید امی مهر دی مسلمان بدی، با او کافر نپردازی. او را میگه فعاقبتم، شما نوبتی شما رسید، از وا زنایشان آمد. فآتوا بدی الذین، امی مهر به او کسا بدی ذهبت ازواجهم که زنای از یاد پیش کفار رفته، مثل ما انفقوا، به مثل آن چیزی که وام مصرف کرده، هر قدر که مصرف کرده امو مقدار به مسلمان بده. زن آمد مسلمان شده و شوهری کافرش 1 لک روپیه سرش مصرف کرده، یک مسلمان، حالی شما مسلمان ها 1 لک روپیه به او کافر نده، به او مسلمان بده که زنش رفته ولی وام مهرش چی نکرد، پس روان نکرده، بری ازی بده. واتقوا الله الذی، قرآن بر ما میگه مسلمانی نمی طور قید و بند داره، بترسی از الله تبارک و تعالی، مخالفتی نمی فرامین الله را نکنه. الذی، امو ذاتی که انتم به مؤمنون، که شما سرش عقیده و ایمان داره، این خو حکم الله است، چرا مخالفتش میکنه؟ یا ایها النبی، حکم خصوصی برای پیغمبر. چه رقم؟ چرا در او وقت رئیس کلان پیغمبر علیه السلام بود. ای پیغمبر علیه السلام، اذا جاءک المؤمنات، زمانی که میابری تو زنای مؤمن، یبایعنک، که بیعت میکنه امرای تو. بیعت چی نمیگه؟ تعهد کردن. تعهد سری چیز کرده؟ این همی چیزایی که پشتی سر میاد. پیغمبر علیه السلام بیعت قطعی زنا بینمی سیستم میکرد، دست در دست نمیداد. و می نشستن، پیغمبر برشان میگفت که این چیزا را نکنه، و میگفتن بالکل ما نمیکنیم. آلی برش چی میگه؟ علا الله یشرکن بالله، به شرط ازی که اول شرک نکنه به امرای الله تبارک و تعالی شیئا، چیزی را. مهمترین مسئله و موضوع مسئله عقیده است که شرک نکنه. اول بیعت ده مسئله شرک است، اول بیعت. چقدر بد است که ما برم قطی جناب پیر صاحب اول بیعت سری شرک کنم که ما شرک میکنم. از الله نمیترسم، از پیر صاحب میترسم. از الله نمیترسم، از پیر صاحب چیستا میترسم. بیگاه یک برادر حاجی صاحب الله خیر بده گپ دیگر را ذهنم آورد، گفت بحثم شد. ما گفتم بیا در دلایل خیرات خیلی زیاد ثواب ده. میگه این قدر زیاد. گفتی خب بی اجازه خوانده نمیشه نه؟ گفت اینا کی اجازه نگیری هیچ دیگه معتبر نیست. گفت من خب برش گفتم که الله میگه این دلایل خیرات چی است؟ درودای پیغمبر علیه السلام است. خب دروداست. بله. گفت الله خب ما را اجازه داده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلم. الله خو اجازه داده. خیر یک الله دیگر اینجا دیگه هم داشته باشیم که از اون اجازه بگیریم. خب ببینه اجازه نمیده، ذکر میگه تو اجازه نداری. الله خو الله حقیقی اجازه داده. حالی دیگه کدام الله دیگر را پیدا کنیم؟ نعوذ بالله. همینطور است نیست. خب در عبادت چی میکنه؟ میگن گامی که ذکر میکنی مراقبه میکنی اینطور فکر بکن مرا در صورت مرا در نظرت بگی. اونجا قرآن میگم تعبد ربک کانک تراه، که عبادت الله را میکنی مثل که الله را میبینی. پیغمبر نگفته که مرا ببینی. این شرک است یا توحید؟ بگوی شما. این شرک است. این شرک است. تو میری بیعتم شرک میکنی.
خب سجده کردن توحید است یا شرک؟ خب آواز دادن به شیخ عبدالقادر جیلانی که یا شیخ عبدالقادر جیلانی شرک است یا توحید؟ تو بیعت سریعمزی کردی؟ ها؟ پیغمبر که بیعت میکرد خو اول شرطش حتی در مورد زنام می بود که الله یشرکن بالله شیئا، که به امرای الله هیچ چیزی را شریک نبیاره، نه ملکه، نه ولیره، نه پیغمبره، نه پیره، نه فقیره. امروز مادرای ما را ببینه که در کدام حالت چیست مبتلا است، یا سخی صاحب یا پیرانی پیر صاحب یا شلای بابا یا تور بابا، کلی گپشی نمیسته. اما بددعام که به اولاد خود میکنه چی میگه؟ در جای ما شیدا شده، این شیدا تو را پرچه پرچه کنه، این شیدا تو را در مراد نرسانه. همین گپا هست یا نه؟ دل بسوزانی، دل مفت نیست. مادر تعالی را این عقیده را داره و تو بچه این عقیده را به مادرت نمیرسانی. کدام حقی مادریت ادا کردی؟ ها؟ اول حقی نمیسته. ابراهیم خلیل الله به پدر خود نمیگفت یا ابته؟ اول دعوت توحید به پدر نداده بود، حق ادا میکرد. امروز پیغمبر امی بیعت میکنه اول شرط. چرا؟ شرک بدترین چیز است، کل نیکی ها را از بین میبره. ولا یسرقنا، زیادتر کارا که از زن صادر میشه دزدی است، خصوصا که شوهرش چی باشه؟ بگوی بخیلتر باشه. یکی شوهر حقی زنی خود نمیده، کالا لباس خوب نمیکنه، نان نفقه خوب نمیده، به اولادش نمیده. برای طور زن جایز است که از اینمی پول و پیسه شوهری خود دزدی کنه و همون قدر مقدار نفقهش که است ای را استعمال کنه. پیغمبر علیه السلام زن ابی سفیان آمد گفت یا رسول الله این طور گپ، گفت بگی که این برات حق نمیپردازه، مطابق حق تو گرفته میتونی، اما غیر از او از مال شوهر بدون اجازه شوهر مصرف کرده نمیتونی، داده نمیتونی. او وقت داده میتونی که در بین تو از اون نزاکت خوب است، خب میفهمی که اینی کارم میکنم بالکل راضی است، بازوجه پروا نداره. یک خیلی آدمی غریب بیچاره میآید او تو برش یک چیزی میدی ولو که اجازه شوهرت نیست، لیکن میفهمی که انشالله امی قدر پیش شوهر داره و امیر اجازه میده، او بس پروا نداره. در غیر از او بدون اجازه شوهر چیز داده نمیتونی، گرفته نمیتونی. یکی مالی خودیت است، مهری خودیت است، از خانه پدر قطع خود آورده یا شوهر بری تو بخشیده، در مهر داده، در چیز داده، او حقی خودیت است به اجازه شوهر. خب البته در راه مشروع مصرف کرده میتونی، در مدرسه، مسجد، در فقیر غریب بالکل داده میتونی، باید بدی. اینجا باز اجازه شوهر موهر نیست، طلب نمیشه. دو، ولا یسرقنا، دزدی نکنه. سوم شرط ولا یزنین، زنا نکنه. ولا یقتلن اولادهن، قتل نکنه اولادای خدا. چطور اولادای خدا قتل نکنه؟ اکثر اوقات نعوذ بالله زنا میکنه، اولاد در شکم پیدا میشه، میره پیش دکتر سقط میکنه که شوهر خبر نشوه، ایام قتل اولاد است، هم زنا شدم قتل اولاد. یا یک قتل اولاد اکثر چی میکنه؟ خوش ندارم امروز خود زنا برآمده، خوش ندارم، خدا در تکلیف نمیکنم، راحت زندگی کنم. اگر مادرت سری تو همینطور میگفت که من راحت زندگی میکنم، تو را ساقط میکرد، باز تو زنده میماندی در دنیا. خب عجیب است، امروز این طور گپا خیلی زیاد شده. این را گپای نوی دموکراسی میگه. خب این دموکراسی ها بسیار یکی بله یکی ضرر است که به مادر میرسانه، بسیار به تکلیف است. دکترها چی که کلش فیصله کرده که حیات مادر در خطر است، باز اونجا سقط شریعت اجازه میده، در اونجا سقط صحیح است که مادر حیاتش زندگیش در خطر باشه، در غیر از اونه اینطوری نشود. ولا یاتین ببهتان یفترینه، آمدن نکنن به طور یک بهتان، از سخن دروغ، یفترینه که جور میکنه بین ایدیهن و ارجلهن، پیش روی دستا و پایای خود. این چند مطلب داره. یک، در بین دستا و پای خود، اینجا بهتان چی را میگه؟ اولاد از پدر نیسته، نعوذ بالله، از زنا از دیگه کس گرفته، لیکن معرفی میکنه با کی؟ با این پدر. من بین ایدیهن و ارجلهن، اولادش در پیش روی دستا و پایایش است، با او نسبت میکنه. یک. یا است که بهتان جور میکنه از پیش روی دست و پای خود، گپی دروغ غیبت جور میکنه، با کسی دیگه تهمت میلگانه، چغولی میکنه، ایام اینه میگه پاس و این زیاد میباشه در بین زنا. پیغمبر بیعت میگرفت.
ولا یعصینک فی معروف، نافرمانی نمیکنن از برای توی پیغمبر علیه السلام فی معروف، در هر کاری که مشروع است شریعت اجازه داده، هر کاری که شریعت اجازه داده معروف است. قطعی تو بیعت بکنه که نافرمانی نمیکنه. یکی از جمله معروف این میسته خال نزنه، بین دندانای خود فرجخ چیسته مسافه پیدا نکنه، مویای دیگر را وصل نکنه، ابروهای خود نچینه. این کلش معروفات است که امرای کی پیغمبر علیه السلام بیان کرده، خود بیان کرده. آلی توی نمی قسم نافرمانی نکنی. فبایعهن، پس تو بیعت بکنی پیغمبر علیه السلام امرای زنا بیعت خوب بکن یا تعهد از پیش بگیری. واستغفر لهن الله، بخشش طلب که برای از الله تبارک و تعالی. هر کسی که بیعت میکنه اینی قسم دما تحت خود دعا میکنه، بالکل مغفرت بخشش طلب که برش خوب است. ان الله غفور رحیم، یقینا الله مهربان ذات است. سابقه کارایی که این کتور کارا را انجام داده باشه عالی توبه میکنه، تعهد و پیمان میکنه که آینده ما این کارای غلط نمیکنیم ولو کمی کارا باشه. الله غفور است، رحیم و رحم کننده است. یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده، لا تتولوا، شما دوستی نکنی قوما امرای قوم غضب الله علیه، دوستی نکنی امرای قومی که غضب الله علیهم، غضب کرده الله تبارک و تعالی بالایشان. یهود است، یهود مردمی است که الله سرشان غضب کرده. شما قطعا دوستی قطعی مردم نکنه. قد یئسوا من الاخرة، یقینا ناامید شدن از خیر و ثواب آخرت. کما یئس الکفار، مثل که ناامید شده اما کفار. کدام کفار؟ من اصحاب القبور، که و اصحاب قبور هستند. کفاری که اصحاب قبور است و خود دانستند که هیچ خیر و ثواب برای ما هیچ حاصل نشد، ناامید هستند. چرا؟ به خاطری که کل عمر در کفر تیر کرده. این کفار هم ناامید هستند. چرا ناامید هستند؟ این اهل کتاب بودن، از روی ضد و عناد ایمان قبول نمیکرد. علم داشتن که دین حق است لیکن بازم قبول نمیکرد. از او خاطر میدانستند که برای ما در آخرت خیر و ثواب نیست. مثل که او کفاری که آل صاحبای قبر است، در قبر است و خو یقینا فهمیده که ما هیچ خیر و ثواب در آخرت نداریم. یک ترجمه بود. دوم ترجمه، قد یئسوا من الاخرة، یقینا ناامید شدن از ثواب و خیر آخرت. کما یئس الکفار، مثل که ناامید شدن کفار من اصحاب القبور، مثل که یا ناامید شدن من اصحاب من بعث اصحاب القبور، از زنده شدن صاحبای قبر یا ناامید هستند. یا ناامید هستند که یا چیسته میگن که والا پس نامد، اون همونطور مرده باقی ماندن. دو ترجمه از اینجا، از یک نوع ترجمه ازی دیگه ترجمهش چی؟ قد یئسوا من الاخرة، یقینا ناامید شدن از ثواب آخرت. الکفار کما یئس الکفار، مثل که ناامید شده کفار من اصحاب القبور، از نفع و ثوابی که ناامید شدن از نفع و ثواب رساندن زنده در اصحاب قبور. که اصحاب قبور ناامید شدن که آل زنده ما برای ما هیچ نوع ثواب و خیر رسانده نمیتونه. چرا؟ و در عقیده شرک وفات کرده، پشتی سرش هیچ چیز برش نمیرسه. اینجا بعضی مبتدعین دلیل میگیره، میگه سایکو از مرده ها اگر خیر و ثواب طلب نکنی، امید نداشته باشی، کافر میشی. این او کاری کی بوده؟ کفار بودن که یئس الکفار، و ناامید بود کفار من اصحاب القبور، از خیر و ثوابی کی اصحاب قبور میگن امید بودن. مسلمان ها باید امید داشته باشن از خیر و ثوابی کی قبرا. این گپ غلط است، دلیل غلط است. یکی خوی ترجمه را در سلف هیچ کسی نکرده به این سیستم. دوم خو کفار این خو چیسته خلاف واقعیت لازم میشه. خلاف واقع به خاطری است که کفار از مرده ها کمک خیر و ثواب طلب میکنه یا ناامید هستن؟ طلب میکنه و خو از قبرها طلب کرده رویستن، نه ای که ناامید هستن. سوم دلیل الزامی است. دلیل الزامی خو مانا ای که خیرین جایی طور است که خیر و شر را رسانده میتونه، او تو میگی تنها چی را بگی خیره، شر از پیش طلب نمی کنی، باز خو شر هم از پیش طلب کن، امید داشته باش. حالا کی گپا نیست، این دلیل غلط است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.